در روسیه تغییراتی نو به قانون مهاجرت به اجرا می‌دارد که به ثبت نام مهاجران در محل کارشان اجازت می‌دهد. وکیلان دومای دولتی از این تغییرات به قانون ثبت مهاجرت شهروندان خارجی در روسیه جانبداری کردند و آن با امضای ولادیمیر پوتین به اجرا درآمد. تاکنون در روسیه مهاجران در منزل‌های ساکنان خود را ثبت نام می‌کردند، هرچند عملاً در آنجا زندگی نداشتند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. تاکنون مهاجران بر عوض یک مقدار پول خود را در منزل شهروندان روسیه ثبت می‌کردند. حالا قانون تغییر کرد و یا این شرایط مهاجران کره تاجیک را آسان‌تر می‌کند؟ سلام شهلا. با گفته حامیان حقوق مهاجران، تغییرات نو امکانیت مهاجران را اندک بیشتر می‌کند. از این نقطه نظر که مهاجران و شرکت‌های کاردهنده آنها همکنون حق دارند مهاجران را در محل اساسی زیست آنها ثبت نام کنند. تاکنون اکثر مهاجران بر عوض 3-4 هزار روبل روسی خود را در منزل شهروندان روسیه ثبت نام می‌کردند، ولی عملاً در آنجا زندگی نداشتند. در نتیجه برخی از شهروندان روسیه با سوء استفاده از قانون ثبت نام مهاجران را به یک بیزنس تبدیل داده بودند، تا حدی که در روسیه عباره خانه‌های ریزینی پیدا شد، چون برخی از شهروندان روسیه در یک خانه یک حجره‌شان فرضاً 30 تا 40 نفر مهاجران را بر عوض پول ثبت نام می‌کردند، اما عملاً مهاجران در جای دیگر زندگی می‌کردند. یعنی در کجا عبدالله زندگی داشتند؟ بسیاری از مهاجران شهلا در ساختمان مشغول کارند. از این رو بیشتری از آنها در محل کارشان به سر میبرند، در اتاقهای موقتی که در محل ساختمان بنیاد شده است. همکنون تغییرات نو به قانونهای روسیه امکانیت میدهد که مهاجران و یا کاردهندگان آنها را در محل واقعی زیستشان ثبت نام کنند. تغییرات مذکور را ایگور زوبوف، معاون وزیر امور داخلی روسیه، به وکیلان دوما معرفی کرد. تغییرات اخیر برای تشکیل کارهای موقتی به مثل ساختمان قبور گاز، جنگلبری و پرمه کردن زمین با جلب شهروندان خارجی است. شهروندان خارجی در محل ساختمان می توانند ثبت نام شوند. به قید گذاشتن شهروند خارجی بر عهده شخص و یا تشکیلات دعوت کننده است، ولی اگر تشکیلات با سبب این کار را کردن نتواند، شهروند خارجی باید خود را به قید گذارد. خب با نظر مقامات روسیه رو شنیدیم، اما عبدالله ببین، تا کنون هم برخی از مهاجران ما در شرایط ناگوار زندگی میکردند. مگر این تغییرات باعث نمی شود که کاردهندگان به خاطر فایده بیشتر مهاجران را در کلبه و ویرانه ها به قید بگیرند؟ منظورت رو فهمیدم شهلا. معاون وزیر به وکیلان اطمینان خاطر داد که مقامات شرایط بهداشتی مکان زیست مهاجران را حتما تفتیش میکنند و تنها به آن مکانهای اجازت به قیدگیری و زیست را میدهند که معیارهای بهداشتی رعایت شده باشد. ولی در عمل این رعایت می شود و یا نه به گمان است شلو، چون در روسیه ده ها حالت‌های آشکار می شوند که مهاجران در خانه‌های تنگ و تار در کت‌های چوبین بالای هم خواب میکنند و هم در همانجا خوراک تهیه کرده و استعمال میکنند. به هر حال وقت نشان خواهد داد. تشکر عبدالله.